سلام مارکوس. این کیه؟ این پسرمون غلام سگ دسته. مارکوس نگفته بودی که پسرمو داری؟ چه جالب، خوشوقتم از آشناییتون. اون کیه اونجا؟ این برادر بابامه. برادر بابات؟ خب قاعدتا میشه عموت دیگه، ولی بابات اون شکلی اونقدر گنده بود، این عموت قورباغه است انقدر کوچولوه. آره مارکوس من متوجه نمیشم، الان میخوای بگی این قورباغه بابای غلام سگ دسته؟ پس چرا این انقدر کوچولوه، انقدر غلام گنده است؟ غلام جوتتو باز میکنه ها. مارکوس مگه من دارم حرف غیر منطقی میزنم؟ میگم غلام سگدست چرا اینقدر گنده است ولی باباش قورباغه است اندازه فنچه، بعد شبیه توی غلام، اصلا شبیه باباش نیست، آخه باباش قورباغه است. جوتت مثل این که میخواره. مارکوس چرا داری طوری رفتار میکنی که انگار من دارم حرف غیر منطقی میزنم؟ میخوای حتما این هیکلیو بندازی به جون من با این دستاش، با این هیکلش؟ جواب منو بده مارکوس. این انگشتمو میبینی؟ آره ولی حرف زشت نزنی ها. باشه من چیزی نمیگم، اوکی.